با افتخار 28 سالگی روز وحدت ملی در کاخ فرهنگ شهر حصار با اشتراک دایره وسیع کارمندان کسب و کار گوناگون چارابینی تنتنوی برگزار گردید. ذکر گردید که با امضارسانی سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در خاتمه بخشیدن به جنگ تحمیلی داخلی، برگردانیدن گریزگان از خارج و سرجم نمودن ملت، تامین امنیت و ثبات و آباد گردیدن مملکت، بلند گردیدن آبروی نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی زمینه گذاشت. همه این نتیجه زحمت‌های خسته‌ناپذیر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد که در همبستگی با مردم شریف تاجیکستان به این نتیجه های نظررس نائل گردیده ایم. وحدت ملت تاجیک زاده استقلالیت دولتی این خلق تمدن‌آفر و کهن بنیاد بوده ثمره جان‌نثاری و وطن‌دوستی و فداکاری های فرزندان فرزانه و خلق نیکمنش آن با سروری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میباشد که از امتحان تاریخ گذشته و پایدار مانده است. ما را لازم است که این نعمت بی‌بها و مقدس را ارج گذاشته حفظ نماییم و جوانان و نورسان را در روحیه نیک اخلاقی، وطن‌دوستی و درک منفعت‌های عمومی ملی تربیت نماییم تا توانند در آینده این گوهر نایاب را پایدار نگاه دارند. در ادامه چارابینی تنتنوی با یک قطار کارمندان حفظ حقوق، فعالان شهر که در ثبات و آرامی جامعه و تحکیم وحدت ملی حصه‌گذار هستند، سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار تقدیم گردید. در قسمت فرهنگی چارابینی هنرمندان شعبه فرهنگ شهر با سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه و ترنمگر زیبایی‌های دیار برنامه رنگین کنسرتی را پیشکش اهل نشست کرده با چارابینی حسن ادانه ضم نمودند.